салому алайкум раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. тамошобинони азиз, мухлисони канали Дитягор ва нафароне ки аз наворҳои канали Дитягор дидан мекунед. умедвор ҳастам сиҳатманд бошед, тандуруст бошед ва дур аз офияти газандҳо. бародарони азиз, мо дар минтақаи сари ғор, ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ҳамроҳи худ роҳбалад дорем. ҳамидулло аст ҳамроҳи мо. хуб, наворро тамошо кунед, аз давомаш шумо лаззат бибаред. اینا علفی باور چی میگن ایرا؟ یا بخدیوم بوت میگن. بوت؟ بوت روشک. این مزهش کمتر تیزه. رو میگن همیه؟ نه یا این رو نیست، روش دیگه چیزه. بسیار چیزی خوبه. چی ده فایده داره؟ بود بخور همه برورا. هم بود بخور که جمع شده اگر کدر شکم در شکم تیز میپزونه میبرورش. ما ای جایی که حاضر هستیم بوری هم گذر کدگی نبودیم برای همی بیرو بلد در این منطقه ها گذشتن غیر امکان است. اینجا هم تغییر علیمت نبینه رو بلد مون که اینجا چی نوم داره اینجا چی نوم دارن ما اصلا نمیدیم. ما میپرسیم رو بلد اگر اینجا چی نوم داره نه غمی داره ایا اونجا اومدگی همین تریتوریا غمی داره. از بس که این تریتوریا مینه ها بسیار است ما برای همین به راه بلد نتونستیم که به اینجا گذر کنیم. دوستای عزیز، برادرای ارجمند، ما با همراهی خود رهبلد تغی علیمه گرفتیم چون که این نفر شناس هستند در این کوه پشته های اطرافی سری غار، منطقه سری غار. رسیدیم به جایی که باید ما برای آش یا آتله بهاری بوبنک بچینیم. لیکن حالا بر وقت های بوبنکو علفو مایده همیده. او زیراده تغییر مد میگه اینجا باید بسیار باشه مایده نکی بسیار است. اوجه معلومه که بسیار است نکی مایده. او درست. برادرای عزیز، این طبیعت رو ببینید شما، این زیبایی رو ببینید، یک حلاوت ببرین. دیلدار تو میگفتی که من وطندارم. وطنای شما در ما سیر گشت میکنیم یگون وطندار نیست تک در اینجا دیگه. سر غار میگفتی، سر غار میگفتی نه بیا. سر غار بیا بین وطناتونه. اصلا تاجیکستان خانه هر یک تاجیکستانی همه جور. نیکی آدمای مقیمی اینجا هستن این وطنو. وطنای هممونه. نیکی اینجا مقیمی هستن که باید بدونن هر یک سنگ اینجا را باید بدونن. شخصایی که زادگاهشون همینجا. زادگاهشون جایی پدر باباشون در همینجا. پدر باباشون این همینجا دارن. تولد شدگی و زندگی کردگیان. باور کنید دوستای عزیز،
بسیار یک طبیعت زیبا، خاموش، آرام، فقط غیر از صدای آب، صدای کپ دیگر خاموشی را یگان چیزی دیگر خللدار نمیکنه. گاه همون شمالای بگیم تیزی سر غار میوید در وقت نوار گرفتن، شاید که سخنهای ما را ببره، دیگر هیچ چیز مانع شده نمیتونه. یا برای چی نمیدم این علفو؟ یورا در هر منطقه هر خیل نوم میگیرن. مثال منطقه هستن که اوتالا میگن، نه که ما اوتالا را دیگه چیز میگیم، ما میگیم آش. آش بریده یا که آش تپه. این اصلا برای خوراک‌های بهاری با علف‌های تر و تازه. تر و تازه. چی نام داره بدی علف؟ اینا بوبانک میگن. بوبانک؟ بوبانک. دیگه شو نمیدونم که هر منطقه شاید هر نام داشته باشه، یا که یا بعد- که نباشد در منطقه دیگه. نباشه دیگر رو درسترش همیه. ممکن. بعدا میشه که ذخیره کرده میره برای زمستان خشک آه. کنی. اینا میگیرن مایده میکنن با اولی اگر که فرصت شوه با برای این نوار میکنیم. میمولن بسیاری در هفته و قوق میکنن، بسیاری در سویا قوق میکنن. امی مزه و امی طعمی که داره گم نمیشه. گم نمیشه. زمستان استفاده میبرن تو علفی نوه. چیزی ادیرم آتیش را میکنن، شنکم اوه خوب میکنن برای زمستان. ذخیره زمستونه. شو علف خوبه. اینجا او نه او خوبه. اینجا دیدم تو میرم پری. افسوس که بر وقت تره، یعنی اینجا بسیار میکنن. که مو امی علمیم با انشالله با وقت ای تاقه علیمت کمتر خطاگی کرده است، ما را ایجاره نشون داد. با وقت اساسی چنینیم یکی منظره و این طبیعت هبی نکه هبی. باور که من راحت کم ایجاره دیدم، خیلی که به ایجاره ما توقع در حیات سرم اومده نمیتونم دیگه. و یا جای مخصوصی هستن برادرای عزیز، همه نمیدونه ایجا را، فقط شخصایی که در اینجا به وایه رسیدگیان، بسیار گشت و گذار کردگیان، در همین اطراف در دهه سر غار زندگی کردگیان، در دوره های شوروی در کلخوز و در سوخوز کار کردگیان، در اینجا اومدن گشتن علف های بهاری چیندن برای همون سوخوز و کلخوزا. همونا میدونن. روبلد ما هم از جمله در قطار همو شخصیت هایی است که این کو کمر هر یک گردش هر یک درخت گیاه های ای اطراف هم میدونه. خب نوار ادامه داره برادرای عزیز، شما تماشا کنین. برای اون طرف خطی میرای و دو بلوده یک کرای او کری پوپیج میگن. این ای تورا گلکانو میگن. این تورا ای بلوشش اسکندر خب دوستای عزیز شنویدین، هر یک موضع، هر یک کوه، هر یک کمر باز با خودش نام خاص داره. خیلی که شهر به کوچه ها تقسیم میشه و به نویه ها تقسیم میشه و نامای خاصی خودش داره. همین طبیعت هم برای مردم دهات هر جاش نام خاصی خودش داره. هر یک سنگ، هر یک چشمه به خودش نام داره، نامگذاری مخصوص شدگیه. با تخمیر بمونی همیده این هم اصلا نمیچینم. این ای که میدان دیگه خودمون نمیم کو. یا با کتا میشن. تخمی میشن نصیب انشاءالله کلون میشون. تو فکر میکنم که هیچ چیز گم نمیشوه، برای که ما را با پیازکش نمیگیریم. یا پیازش یک چند سال میبرویه، بعد ای تخمش هم پوش میخوره. پوش میخوره. این ما امسال اومدیم، نامعلوم اخیرون باری جا کی اومده که چیندگی های.
мемона боқимондаош бо пош мехра шамол мебараш зиёд мешаванд